سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فکر میکنم که موبایلم شنود میشه چون از این روش ها زیاد استفاده میکنم. خیلی گوشی من داغ شد چون روی گوشی من دوستان خیلی لطف دارن و شنود میکنن، دستشون هم درد نکنه. خاطر مجبور شدم یه بار گوشی رو خاموش روشن بکنم. نمیدونم الان که صدا خوب هست یا نه. بسیار عالی. ببینید یه نکته خیلی جالب میخوام به شما بگم، اینکه لطفاً این اتیکه‌ای که من به شما میگم حتما ضبط بکنید و توی پیجای خود مجبورم کامنت رو ببندم چون بتونم این اتیکه رو صحبت بکنم با شما. ببینید یه سری سایت ها هستن به اسم سایت های پیش بینی مسابقات فوتبال. مثلا تیم استقلال تهران با تیم پرسپولیس بازی میکنه و ضریب تیم استقلال رو 17 قرار میده. یعنی شما اگر برد تیم استقلال تهران رو پیش بینی بکنید، بدین صورت هستش که مبلغی که شما توی اون سایت به عنوان پیش بینی قرار دادید ضرب در 17 میشه. یعنی شما اگر 100 میلیون تومان توی یک سایت پیش بینی فوتبال پول واریز بکنید، 1 میلیارد و 700 میلیون تومان طبق ادعای اون سایت شما باید برنده بشید. حالا فرض بکنید که میانگین قرارداد یک بازیکن فوتبال در طول یک فصل 500 میلیون تومان باشه و اون شخص در اون تیم فوتبال بازی بکنه و تاثیرگذار باشه در باخت تیم استقلال تهران و در اون سایت 100 میلیون تومان برای پیش بینی مسابقه سرمایه گذاری بکنه و یه کاری بکنه که تیمش ببازه. بعد از پایان بازی اون شخص 4 برابر 3 برابر معادل قرارداد خودش رو، یعنی 1 میلیارد و 700 میلیون تومان طبق ادعای اون سایت باید طبیعتاً دریافت بکنه. و چجور اون سایت میتونه مثلا با 100 میلیون به شما 1 میلیارد و 700 بده؟ یعنی این ادعای کاملا اصلا غیر منطقی و غیر عقلانیه بخواد مثلا اون طرف 17 برابر پول شما رو بده. و اگه اینطوری باشه خب 11 بازیکن فوتبال میرن توی یک سایت پیش بینی، ما میگیم حتی معتبراش، خب اینا که ادعا میکنن معتبرن، و نفری 100 میلیون تومان تو سایت پیش بینی سرمایه گذاری میکنن و نزدیک به 18 میلیارد تومان در مجموع اگه ضریبش هم 17-18 باشه بعد پول برداشت بکنن دیگه. همه با هم دست به یکی میکنن 11 تا بازیکن فوتبال و میبازن. 18 میلیارد همون تیم گیرش میاد. 4 تا بازی اگر این کارو انجام بده نزدیک نمیدونم 60-70 میلیارد تومان گیرش میاد. معادل بودجه 2 تا فصل یه تیم معمولی لیگ برتری میتونه پول برنده بشه اون تیم. و بدونید که یا داره اتفاقات عجیب و غریبی در لیگ های ایران با این پیش بینی های فوتبال میفته، یا این سایت ها سایت کلاهبرداری ان که منطق دوم بیشتر هستش. چه جوری سایت پیش بینی فوتبال میتونه 17 برابر اون پولی که شما گذاشتید پول بده؟ 200 میلیون بذاری، بعد خب آقا 50 میلیون به اون بازیکن میدی، میگی بباز، بعد 17 برابرش هم میبری، میشه 4-5 میلیارد پول. ببینید اینا بلوفایی هستش که این سایت های پیش بینی میزنن. و سایت مثل اینا که میزنن رولت و نمیدونم این چیزای دیگر، کازینوهای آنلاین هم میذارن، اینا همشون رباته. ببینید شما اگر توی یک کشور اروپایی وارد یک کازینو بشید، من خودم رفتم این کازینو رو از نزدیک دیدم و صحبت کردم، درصد برد بین 38% تا 60%. یعنی شما بین 38% تا 60% امکان داره در یک کازینوی زنده و معتبر که توی آلمان بعضی از کازینوها زیر نظر دولتن، من دارم آلمان رو مثال میزنم. چرا کازینوها معتبرن؟ به خاطر اینکه اینها زیر نظر دولتن. شما وقتی وارد کازینو میشید بعد آیدی کارت، آوسوایس به قول آلمانی‌ها، بدید و ریجستر بکنید و وارد بشید. اینجوری نیستش همینجوری اون معتبراش. ولی این سایت ها، ما اومدیم یکی از این سایت ها رو به من گفت آقا ما سایت معتبری هستیم. من بهش یه دونه یوزرنیم پسورد دادم، گفتم که مبلغ یادم گفتم 1000 تومان برای من شارژ بکن، من برم دیتابیس و اون سایتت رو آنالیز بکنم. بعد از اینکه بازی رولت رو انجام دادیم دیدیم که درصد برد افراد تو بازی رولت در تمام سایت‌های شرط بندی بین 8 تا 12% هستش. یعنی عملا شما 88% پولتون رو در سایت 100% البته پولتون رو در سایت شرط بندی میبازید و عملا بردی وجود در سایت شرط بندی نداره. و نکته بعدی هم این که اگر شما اون کسی که دارن سایت تبلیغ میکنن سایت شرط بندی رو، هیچ فرقی با ساقیای مواد مخدر ندارن. شما چه به طرف مواد مخدر بدی تبلیغ بکنه و بفروشه، چه این سایت شرط بندی. چون طرف رو شما معتاد سایت شرط بندی و قمار بکنی، هم زندگیش رو میبازه هم پولش رو. اصل داستان اینه و ما به خاطر همین مخالف هستیم. اینا قبل از جام جهانی میخوان قضیه پیش بینی مسابقات رو بذارن، سایت حسابای مردم رو هک بکنن. بعد از سایت ببینید بعد جام جهانی همین فاضلابا امثال این
غذایی و هزینه و این شرورا. خب میان تو لایواشون، ببینید کی بهتون گفتم لایو من ذخیره میشه، اینه که دارن تبلیغ شرط بندی میکنن. فاضلاب محسن افشانی میگه آره این سایت ها معتبر نیستن. بله بعضیا راست میگفتن که این سایت ها غیر معتبر و دارن حسابای مردم رو هک میکنن. میگن چی بود اسمش، ضرب المثلی است که میگن حالا دیگه یادم رفت ضرب المثل، حساب مردم خالی شد، پولای مردم میلیون رفت. ما چندین نفر رو رصد کردیم. یه شخصی رو میشناسیم که 90 تا سایت شرط بندی داره، در هلند زندگی میکنه. یک امیرنامی رو میشناسیم در سوئد زندگی میکنه. یه شخص دیگه در سوئد زندگی میکنه که سایت های شرط بندی داره. یه شخصی هست به اسم افشین که در منطقه قبرس ترکیه زندگی میکنه. اینها چند تا از مافیایی هستن که سایت های شرط بندی دارن. داریم به خودشون هم هشدار دادیم و تو سایتمون هم گذاشتیم، داریم سروراشون رو بررسی میکنیم و یه جا میاریمشون پایین. یعنی بهشون هم گفتیم تعارف هم باشون نداریم. و بعضی از سایت ها هم میزنن که میگن آره این آدم دنبال باج گرفتنه. عزیز من اگه میخواستم باج بگیرم 2 هفته پیش 3 هفته پیش میگرفتم، نه اینکه جمعیت الان افرادی که هوشیار شدن و آگاه شدن میلیونی شده و میدونن که قضیه سایت های شرط بندی چیه و اگه میخواستم پولی بگیرم اون موقع میگرفتم. بعدش هم شما برگی سندی، یه عده هستن عکس پروفایل منو میذارن بعد میرن این ور اون ور چت میکنن. دوستان عزیز هیچ کدوم از اعضای تیم پشت پرده نمایان نیستن که شما بخواید بدونید. میرن پیام میدن به این سایت ها، خیلی هم جالبه، به اسم سپاه سایبری، به اسم پلیس فتا، به اسم اطلاعات، نمیدونم ساس، انواع اقسام میرن تهدید میکنن. یه سری از این ادمیناشون هم میان به من پیام میدن، میگن آقا اینا دارن ما رو میتیقن، باج میگیرن. با اینکه مخالفم هستم ولی وقتی ادمینا به من پیام میدن به خودشون هم گفتم ما سایتاتون رو میاریم پایین. گفتم اگه کسی ولی بهتون گفت بیاید باج بدید بیاید بگید، چون خلافه. چه طرفی که بخواد باج بگیره، چه طرفی که بخواد سایت شرط بندی داشته باشه. ما نه از کسی باج میگیریم نه به کسی باج میدیم، نه خریدنی هستیم نه فروشی. شروع کردن یه بار میگن 100 میلیون، میگن 200 میلیون. بهشون هم گفتم شما که ادعاتون میشه زنگ بزنید به من، شماره هم همتون دارید، وایس بذارید. چه جرئت نمیکنید وایس بذارید؟ به من تکست مسیج میدن، من تکست مسیجشون رو فوروارد میکنم تو کانال، یه 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد دیلیت اکانت میکنم، مردم بهشون حمله میکنن. من نمیدونم اگه جرأت همون آقای هزینه تو به تو داری، تو هم بابا چیزی نمیگیری. همه این فاضلابا بچا 30% از کل سایت رو میبرن. اینا میرن یه اسکریپت بهشون میدن، میگن آقا این تبلیغ بکن، هر چی پول اومد توش 30%ش مال تو. یعنی شما هر چقدر که شعار ببینید 30% به این بدبختا میدن. اینقدر یتیمن. بعد نکته بعدی هم این که این بدبختا، حالا یتیم واژه درست نیست عذرخواهی میکنم، اینقدر بدبختن، بیچارن. نمیدونم میرم پول همین آقای هزینه، یه سایتی هست شما 4 یورو میدی 20,000 یورو دلار فیک میخری، یورو فیک میخری، با 4 یورو پست میکنن در خونه تو همین آلمان هم هست. خب این دلارای فیک رو خریده بود، اینجوری میکرد، یادتون تو میریخ. بابا دیگه تموم شده عصر این کارا. اون موقع ما حال و حوصله نداشتیم که دست شما رو بکنیم. این دلارای فیکی که برمی داری اینجوری میگیری تو دستت بالا تا پایین میکنی. نمیدونم میگن که این وصل به فلانی، این آقا وصل بودن چه ربطی داره؟ همین که ما داریم این کار مثبت برای مردم انجام میدیم، این بزرگترین نعمت هستش. من شب که سرام میذارم میخوابم خدا رو شکر میکنم که نه به 1 سنت به کسی باج دادم، نه قرار 1 سنت به کسی باج بدم. از هیچ کی هم نمیترسم. اینقدر هم تهدید نکنید، چون که ادعاتون میشه باید بیاد بزنید، میخواد بکشید بد بکشید. چه تهدید، باد لب و دهنید فقط. چرا جرأت دارید به نزدیک بشید ببینید چه اتفاقی براتون میفته؟ یکی شما من میگفتش دم شرکت تو هم بابا وات فاز. اصلا خیلی هم جالبه. حالا من محل اقامتم اینا خیلی از دوستان فکر می‌کنن آلمان، حالا بعداً یه سری به خدمتشون هم میرسیم که ما بیشتر کجا داریم بیزینس میکنیم و کار میکنیم. و گفتم من شرکت برنامه‌نویسی دارم، خیلی از دوستان میگفتن من به درآمد من چی. کامنت ها رو باز میکنم، سوالاتتون رو بپرسید ببینیم که دوستان چه سوالاتی دارن، ببینیم که به کجا میرسیم. سلام که کردیم، سوال بپرسید، چون من دیگه لایو نمیذارم تا یه بحث جدیدی پیش بیاد. آقای روحانی هم گفتش که مردم خیالشون از قضیه برجام و اینا راحت باشه. همین که آقای روحانی میگه خیالتون راحت باشه، بعد فاتحه رو هممون بخونیم، بدبخت شدیم رفتیم پی کارش. نگران نباشید یعنی بدبخت شدیم، به فنا رفتیم. برجام هم که گفتیم دیگه، تو لایو قبلی گفتیم و
مطمئن باشید که یه نکته دیگه هم بگم. من تلفنی با خود ساشا هم صحبت کردم، به من زنگ زد ساشا صبحانی، بهشم گفتم ببین عزیزم، من با شما خصومت شخصی ندارم، خودش هم میدونه. گفتم آقا تو یه اعمال رفتار تحریک آمیزی داری انجام میدی، به ضرر خودت میشه. تو به واسطه اینکه پدرت سفیر بوده، به واسطه اینکه به حال یک جایگاه سیاسی داری اینجا، همه به عنوان یک آقازاده میشناسنت، اینکه میای حمایت میکنه از این سر از این فاضلا پا، اینکه نمیشه. و نکته بعدی هم که به من گفتش که با من از حرفی که خود آقای ساشا زد من میخوام نقل قول کنم. گفت من از 17 18 سالگی رو پای خودم بودم، زبان اسپانیایی بلد بودم و مترجمی میکردم و دارم خرید و فروش ماشین انجام میدم و از این صحبت ها. و حرفش هم این بود. من گفتم آقا ما با خودت خصومت شخصی نداریم، با رفتارت مشکل داریم. بله. آقای جورجندی هم بله کانال وب آموز رو داره، همکاری میکنیم با هم دیگه، ارتباط داریم با هم دیگه و از این صحبت. امید هست، ولی بعد همه مردم تلاش بکنن. داریم بررسی میکنیم سایت ها رو، چند تا تیم گذاشتیم، چند روزی هستش که بله داداشم اومد بالا، محمد سلام، چند روزی هستش داریم بررسی میکنیم. گفتم تو لایو قبلی خوشحال باشید، به زودی شبکه ماهواره‌ایمون میاد بالا و تو این قضیه داریم مذاکراتی انجام میدیم. من برم لندن برگردم حتما. حاجی لندن بابا این شو اصلا کلا تو فضاست، به همه توهین میکنه، میاد میگه من تبلیغ سایت شرط بندی نکردم، بعد وایس شما برای مردم گذاشتین که ایشون داره سایت شرط بندی میکنه. نمیدونم قسم حضرت عباس تو باور کنی و دوم خروست رو برادر من. شبکه من و تو منتظر مستندش باشید. میاد تلویزیون هم میاد بالا، یه اسم خوبم براش انتخاب داریم میکنیم. به کوری اون کسایی که میگن پول از کجا داری میاری داری تلویزیون میزنی، به شما هیچ ربطی نداره. پول دارم تلویزیون میزنم، بسوزید. هر کجا میاد دزدی کردم از من. اونایی که میگن پول از کجا میاری تلویزیون، بعد اینجوری جوابتون رو بدیم دیگه. آخه نمیدونن وقتی شما بخوای تلویزیون بزنی و اقدام بکنی بر تلویزیون زدن، اسپانسرها میان و نزدیک میشن. سینا ولی الله هم بگم که جالبه، سینا ولی الله مدام توی برنامهش اپلیکیشن ویسپی رو تبلیغ میکرد. اپلیکیشن ویسپی که دست سپاه ایرانه و دست سپاه سایبری ایرانه و در حال حاضر داره شاتل اون رو مدیریت میکنه. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش رو، اینکه اپلیکیشن ویسپی که مال سپاه سایبریه چه جور داره ارزم به حضور شما تبلیغ میشه. من نمیدونم. پول تلویزیون تو سپاه میداره. مثلا یه نکته هم جالبه، میگفتن که ببین 1 سنت توی آلمان، من تو لایو قبلی گفتم، وارد حساب من بشه درجا بلاک میشه. من یه پول، یه خاطره به شما بگم، یه پول 3000 یورویی وارد حساب من شد، یک کار برنامه‌نویسی داشتم انجام میدادیم، بلافاصله حساب من توی آلمان بلاک شد، چون من کار سفید دارم میکنم و اینجا دارم مالیات میدم. اون کسایی که میگن بیا ما برات پول جابجا میکنیم، بابا شمایی که پول سیاه جابجا میکنید هیچ چی نمیشید تو کشورهای اروپایی، بلدم نیستید. برید یه دونه اشتباه برته بگیرید بهتون بگن قانون چه. بین 200 تا 500 هزار یورو شما اگه پول سیاه جابجا بکنید جریمه میشه. سایت بی 90 نیست، بت 90. شبکه جم چی بگم راجع به شبکه جم؟ تبلیغ سایت شرط بندی میکنه، بعد من با مدیراش صحبت میکنم، میگم ما نمیکنیم تبلیغ سایت شرط بندی، آرشیوه. من نمیدونم اگه آرشیوه چرا داره تبلیغ میشه. این از این. ما کلا با همه سایت شرط بندی مخالفیم. یارو رفته انجمن زده 4 تا خبر راجع به سایت های شرط بندی میزنه، بعد میاد میگه کارن، بعد زیرش 2 تا تبلیغ از شرط بندی میذاره. اگه تو مخالفی که مخالف باش دیگه. ما کلا با همه سایت شرط، بعد دوستان تو خدا نیاد توی پیام خصوصی برای من بگید این سایت شرط بندی خوبه این بده. هیچ کدوم از سایت شرط بندی رو تایید ما نمی‌کنیم. میان برای من سایت میفرستن و من میخونم جواب نمیدم، میگه چی شد جواب نمیدی. شبنر میرکی منظورتونه، داریم کارش میکنیم، صبور باشید. آقا میسم میبینم خبرهای ما رو با هشتگ همین فردی میزنی، من اینجا ازت تشکر میکنم.
میگه بخش تو اینت باید اشتباه نوشتی ها. میگم برنامه بعدی ریپورت بعدی رو چشم اسناد بفرستید. ببینید یه سری منابع به ما گفتن، حالا ما امروز بررسی کردیم که یه قسمتی از بودجه رادیو جوان رو من و تو میده، فعلا تایید نمی‌کنیم تا به وقتش. سرهنگ علیفر جانم بپرسید. مافیای سینما ایران هم هلو ویکیتستیا گود دانکه. آقا چاق شدی. آره بابا این پولایی که به ما میدن ما رو چاق کرده، چی بگیم. نیستم تو جان. میگه سایت وین 90 محمد جرجندی مدیرش بوده. من نمیدونم واقعیت. محسن صفایی که پیجش رو آوردیم پایین دیگه. ملیکا زمانی هم میرسیمش. نه حالا موضوعات مختلف داریم رادیو جوان ما چرا اومدی بررسی کرد. ببینید رسانه هایی که میان از خوانندگانی که سایت شرط بندی رو حمایت میکنن، ما داریم روی اونا کار میکنیم و میزنیمشون زمین. کاری نداریم. هر کسی که داره تبلیغ سایت شرط بندی میکنه با حملات شدید برنامه پشت پرده مواجه میشه. رادیو جوان داره خواننده هاش این کار انجام میده، آونگ به یه قسمتی و کمپانی دیگه به یه قسمتی. ما با اینها مشکل داریم، نه چیز دیگه. ارز فردا پس فردا ببینید طلا میره بالا، یورو دلار هم که اصلا نیست. من دوستان زنگ میزنم میگن اسکناس بفرست ایران. ساشا و افشانی چرا بینشون به هم خورد؟ به خاطر اینکه آقای محسن افشانی یه دونه ویدیو گذاشت آقازاده ها رو مسخره کرد و ساشا هم واکنششون داد. من باش تلفنی هم صحبت کردم. خب تو لایو قبلی حساب اخراجاتش در اومدیم. نکته بعدی هم بگم که تلویزیونی که میزنیم به هیچ عنوان سیاسی نیست. بگم همین الان تلویزیونی که میزنیم به هیچ عنوان سیاسی نیست. یک برنامه در تلویزیون ما احتمالاً سیاسی خواهد بود. حالا داریم استراکچر کلیشو میبندیم که اون هم احتمالاً برنامه خودم باشه و هیچ برنامه سیاسی دیگه توش نداریم و یه اتفاقات عجیب و غریب جالب قرارش توش بیفته و رقیب خوبی خواهیم بود برای بقیه تلویزیون ها. رقیب و همکار نمیشه گفت چیز دیگه. دلار شد 8000 تومان. فکر نکنم هنوز اعلام رسمی نشد چون صرافی تعطیل. این خبرها رو حواس. دلار شد 8000 تومان. کدوم صرافی الان داره دلار میفروشه 12 شب تو ایران؟ $30 میلیارد چی شد؟ نگو کدوم 30 میلیارد دلار داشت من. روی هاتبرد چندین تا ستلایت هست. این طوفان نبود. نمیخونم پیاماشو. طوفانه همیشه میاد تو لایو ما میترکونه خودش. برجام گفتم تو لایو قبلی، اونایی که از برجام میگن آقا برجام شده و توی ایران جشنه. چه جشنی وقتی داره دلار و یورو میره بالا؟ چه جشنی؟ مردم بدبخت میشه، همین چیزا گرون میشه. غذایی میترسم. غذایی خب فاضلاب دیگه. چقدر بگیم؟ اینقدر راجع به فاضلاب غذایی گفتیم دیگه، چی بگیم راجبش؟ فاضلاب دور هم جمع شدن. من دارم تیک میگیرم برای پیجم، به خاطر این منتظر نیستم که بخوام پیجم برگرده. داریم صحبت میکنیم. قراردادی که برای فرکانس شبکه بستیم روش اشانتیون تیکم هست. به خاطر همین دارم صحبت ها رو میکنم که تیکو بتونم اونجوری بگیرم و بعد منتظرشیم که شبکه‌مون بیاد بالا. فردوسی پور چی؟ غذایی بابا انقدر اینا فالوور فیک زدن، من نمیدونم داستانشون چیه. بعد حرکت روشون بزنید. همشون فیکن. لایو میذارن طرف 900,000 تا فالوور داره، 2000 نفر میاد بالا، 1000 نفر میاد بالا. آقا در مورد غذای چی بگم دیگه؟ بیشتر از این بگم؟ تیک سبز زرد قرمز هر تیکی همه چی داریم. حالا بذارید شبکه بیاد بالا. نمیگیم راجع به شبکه که دوستان کپی نکنن. استارت هم گفتم. یه نکته بگم. این
قضیه ببین سید محمد حسینی پرونده پناهندگیش توی امریکا رد شده و ایشون اصلا اجازه نداره از امریکا خارج بشه. همین آقای سید محمد حسینی ریستاد و دیدید که این قضیه اینترپل که پیش اومد سری اومد پروموت کرد، طرفداراش پروموت کردن که آقا میخوان اینترپل برش کردن به خاطر اینکه این اسناد مدارک رو جمع کنه ببره دادگاه امریکا. میدونید که اگه دادگاه اول تو امریکا رد بشید 7-8 سال طول میکشه تا به دادگاه دوم برسید و این جنگا رو راه انداخت که بتونه توی دادگاه دومش هم رد بگیره. وگرنه سید محمد حسینی دوستان پرندگیش رد شده در امریکا و کلا هم طرفدارش رو هم دیگه جمع بزنید چون 15 تا پیج دارن دور هم دیگه جمع شدن. من اون روز اومدم تو اکانت قبلی 15 تا بودم بلاکشون کردم کلا رفتن انگار اصلا ریستارتی وجود نداشت. رو آزادات صبر کنید بابا ما آقا من بیزینس خصوصی خودم رو دارم، یعنی کار من و تخصص من این رو کردن اسناد اینا نیست. من اینجا کار دیگه‌ای هم دارم، یعنی دارم الان وقت میذارم و این کارا رو میکنم و به خاطر این هستش. و نکته بعدی این که ببین ما دشمنی با کسی نداریم، نه با نمیدونم سید محمد حسینی نه با آقای فخرآورد، سوال داریم نه با مسیح علی نژاد، هیچ مشکلی نداریم. سوال میپرسیم تا خودشون جواب بدن، چه به در و دیوار میزنن. صدای باد به خاطر لپتاپ. آره نه این درزم بازجود که پنجره بازه. سوالا رو جواب بدن، در و دیوار چرا میکوبن؟ بله فردوسی پور چشم، صبور باشید. یه ذره محسن صفایی فاضلاب بنده خدا آدرسش هم پخش شد داشت سکته میکرد. محسن افشانی هم یه فیلم ازش دارم به زودی. این بعد یه ذره صبر کنید. ما همه رو که نمیتونیم یه روز ببین. ما سیاستمون هم تو این هستش، تو برنامه پشت پرده ما که لپتاپ اپله سیاستمون این هستش که یه ذره اگه بخوام هر روز همه مدارک رو بدیم بیرون و منتشر بکنیم و همه اخبار رو منتشر بکنیم، خب دیگه همش بریزیم تو کانال بریم دیگه. یه ذره سوال اساسی بپرسید. داریم این کار رو انجام میدیم. داریم امروز با دو تا از بچه‌های سایبریمون صحبت کردم، داریم بررسی میکنیم زیر ساختای اینا رو. جالبه یه بنده خدای هکری به ما پیام داد، دوستان اینم بهتون بگم بد نیست. بعد به من میگفتش که من جزو بزرگترین هکرهای خاورمیانه ام، تیم من جزو بزرگترین هکرهای خاورمیانه است. اینو جالبه، من چتاشو دارم نگه داشتم حالا به موقعش ببینین دردش چیه. بعد میگفتش که شما هیچی نیستی فلان 20 سالانه بگذریم ایناش که میخواست پروژه ما بگه. بعد میگفت اگر شما سایت شرط بندی رو بیارید پایین با حملات شدید ما مواجه میشه. گفتم از من نه سایت دارم نه وبسایت، هیچی ندارم، میخوای به کجا ما در و دیوار میخوای حمله بکنی؟ گفت ما یک تیم سایبری خیلی قوی که اومدیم با ادمین این سایت شرط بندی صحبت کردیم، تراکنش مالیشون در ما 60 میلیارد تومنه و ما میخوایم از اونا باج بگیریم و شما سند رو بکن که اینا کلاهبردارن. اگه شما سند رو بکنید ما یه روزه اینا رو با خاک یکسان بکنیم. مثلا انقدر فکر میکنه ما رو هواییم، بیایم مثلا اسناد به این بدیم بره مثلا باج بگیره از این سایت های شرط بندی. علنا داشت میگفت ما امنیت این سایت ها رو برقرار میکنیم که باج بگیریم ازشون. یعنی دور هم گروپ میخورن. یعنی اونی که نمیدونم تو کار هک، اونی که امنیت بلدش. چتاشو نگه داشتم حالا منتشر میکنم بعدا. بعد انقدر بی سواد خودش هم هکر میدونه. کسی که خودش هکر بدونه هیچ وقت نمیاد مستقیم بگه من هکرم. آره توی ایران باور کنید یه آدم خیلی کلفتی توی ایران داره اینا رو مدیریت میکنه. خب یعنی اصلا شک نکنید به این قضیه که داره یه آدم خیلی کلفتی اینها رو مدیریت میکنه. مافیای کنسرت رو هم میگیم چشم. بعد گفتم فقط تهدید میکنن، میکشیمت، نمیدونم صورت تو خط خطی میکنیم. بابا چه تهدید میکنی عزیز من؟ بیا انجام بده دیگه. تو تهدید چیه؟ فکر کرده مثلا اینجا محله اون پایین ماینان سر کوچه شونه این تهدیدا رو میکنه.
بعد یه چیز دیگه میام میگن جمله آقای پوریا ولی خیلی جمله قشنگی گفت چند درصد این حرکات شما برای شهرته؟ اولا اینکه یه سوال دارم، کدوم آدم معروفی یا کدوم آدمی که فعالیت رسانه‌ای کرده است تو شکم مادرش معروف بوده؟ سوال من جواب بده. این یک. نکته دومی که خوش به حال اون کسی که بخواد برای مردم اطلاعات آگاهی بده و معروف بشه. من اینو به خودم میبالم که آقا من دارم این کاری میکنم، آقا اپلیکیشن میاد بررسی میکنیم میبینیم هک سریع به مردم میگیم، نمیدونم فلان سایت فیشینگ میکنیم به مردم میگیم. آیا این حرکت برای معروف شدنه؟ آیا حرکت برای، من نمیدونم. ما ریپورت ناحق نمیکنیم، به حق نکنیم نمیشه که. نمیدونم اون یکی میاد میگه که جالبه ترکیبی هم بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد فوش زیاد خود من نوشت این سایت شرط بندیه، با تفکر خودتون برید بازی بکنید. آره مثلا میام میگن مثلا چی میمونه؟ مثلا میمونه که یه آدمو معتاد کردی، بعد بیای بگی بهش این مواد مخدر بگیر، بعد با تفکر خودت بکش. من نمیدونم. یه دیگه هم میگفتن که این آدم چرا داخل ایران به افشاگری نمیپردازه. ببین وقتی این آدمایی که این صحبت ها رو میکنن لطفاً برید یکم تحقیق بکنید. من همه گزارشام زمانی که تو ایران خبرنگارم بودم در اینترنت هست. من آدم جنگجالی بودم، آدمی بودم که همیشه سعی می‌کردم واقعیت ها رو بگم. چند تا از گزارشام تو کانالم گذاشتم برای یه سری از افرادی که میگفتن این اومده خارج از کشور میگه لنگش کن. دوست عزیز برو یه سرچ بکن امین فردینو. من یه دونه کانال شخصی هم دارم توی فکر می‌کنم یوتیوب قدیمیه، ویدیوام توش هست. بچهای نماینده مجلس تو آلمان هم آقازاده تو انگلیسن. من دارم میرم یه 2-3 هفته دیگه لندن دوباره، اونجا یه سری کارا داریم و یه سری شفاف سازی‌ها داریم اونجا انجام میدیم. اما دیروزم تو لایو قبلی گفتم یه رسانه کاملا جداست، لایو قبلی رو سیو میکنم تو کانال میذارم ببینید، یه توضیح ندم. دنیا جهانبخت نه زهرا جهانبخت. از من خودش میگه چرا پول داره، خودت یکم فکر کن به نتیجه میرسی. آقا اسم اون آدم چی نوشته بود؟ نوشته بعد یه نکته بعدی هم این که به من میگن که تو خیلی آدم مسلمان افراطی هستی یا تو. ببین اصلا بحث مسلمانی نداره. من یه حرفی رو ساشا صبحانی به من زنگ زد بهش گفتم، میگم ببینید ساشا یه ویدیو منتشر کرد و عکس $1 رو آتیش زد. به ساشا گفتم که ببین تو عکس $1 رو آتیش میزنی، یک جامعه ای دارن این واحد پولشونه، تو داری به اون جامعه توهین میکنی. یا اگر یه عده مسلمون هستن، اگر یه آدمی اومده بود کنار من نشسته بود و تو همین آلمان، از اینا که اومده بود تو آلمان مسیحی شده بود و تغییر دین داده بود و پرندگی گرفته بود، اومد شروع کرد فوش داد به بالا تا پایین اسلام. بعد گفت بذار با هم لایو مشترک بذاریم من بشورم اسلام. گفتم ببین خواه یا ناخواه، خب یه قسمتی از کسایی که بیننده برنامه منن مسلمونن، اعتقادات مذهبی خودشون رو دارن. یه قسمتی هم بیدینن، لایکن، حالا هر چیزی که هستن. یه قسمتی هم حالا مسیحیان یا هر دینی برای خودشونن. یه قسمتی هم مثلا خدا رو فقط میپرستن. ما باید حتی به اون 2 نفری هم که مسلمانان احترام بذاریم، یا به اون 2 نفری که مسیحیان احترام بذاریم. ما به همه قشر رو باید احترام بذاریم. این رسالت ماست به عنوان یک کسی که یک رسانه بی‌طرف بخوایم داشته باشیم، نه چیز دیگه. این پویان مختاری هم استانی ماست. من نمیدونم چرا رفته تو کار سایت شرط بندی. حالا یه خبر ازش میذارم، اینم شده برای ما فاضلایی برای خودش. این دیگه ربطی نداره به اینکه آقا من افراطی ام یا افراطی نیستم. هنره فوش دادن همه بلدن. میخواید من بالا تا پایین همه رو فوش بدم؟ هنره. آیا تا 40 سال این رسانه های اپوزیسیون و امریکایی و نمیدونم اسرائیلی و انگلیسی فوش دادن؟ چه دردی از مردم دوا شد جز اینکه بعد از 40 سال دلار شده 7-8 هزار تومان، این همه گرونی شده، مردم ناراضیان؟ چه کمکی به مردم کردید؟ یک آقا من حرفی و سوالی که دارم، سوال منو جواب بدن، من دست همشون رو میبوسم. سید محمد حسین، آقای ریستارت، نمیدونم مسیح علی نژاد، هر کی که هست، من یک سوال دارم، بیان جواب بدن، برن تو اکانت خودشونم جواب بدن. اومدن جواب دادن، من میام آقا میگم آقا خداحافظ، همه شما راست میگید. یک سوال دارم، اونم اینه که 2 تا از کارهای مثبتی که برای مردم کردید و بیاد به مردم توضیح بدید که به سود مردم بوده، مستقیم به مردم سود رسونده. 2 تا از کارهای مثبتتون رو
و نکته بعدی هم که اینایی که میگن من نمیدونم اینجا شرکت دارم ندارم، اونایی که این نصف پناهنده هایی که توی آلمانن زورشون اومده من اینجا شرکت دارم. من 2 هفته دیگه دارم میرم لندن، از اونجا لایو میذارم ببینید. شما پناهنده اگر توی آلمان شرکت نداشته باشی، بیزینس نداشته باشی، نمیتونی ویزای بریتانیا بگیری. بعضی اطلاعاتون اونایی که پناهنده پاس آبی دارن 2 تا ختم رو پاسپورتشون داره، اینو میگم که بدونن. اونجا لایو میذاریم که بعد اینجوری به مردم ثابت بکنیم. نمیتونیم که بیام عکسش والا من میترسم اون لایسنس شرکتمو بیام برای مردم رسانه‌ای بکنم، خودش همه نمیدونم مشخصات حقوقی و مالی و اینا توشه، بیام بگم به مردم، پس برای دیگه میریزن هر کاری که دارن میکنن. نوشته که با رولز هم مشکل نداری. ببین رولز هم که رسانه است مستقل و کار خودش رو داره انجام میده. من گفتم تو لایو قبلم، نمیتونم آره لایو سیو کنم ببین. محسن رجبپور هم که گفتیم دیگه، ایشون یقه میبنده اینجا میره ارشاد، بعد تو ایران، بعد میاد میره لندن با دوست دخترش قرار میذاره. بله من شرکت برنامه‌نویسی و شرکت برنامه‌نویسی دارم. ببین اینجا توی آلمان اینطوری هستش که یکم میگفت شما اگه بخوای شرکت داشته باشی بعد 50,000 یورو سرمایه داشته باشی، اصلا بی سوادی از بالا تا پایینش میباره. شما باید 22,000 یورو در آلمان سرمایه داشته باشی و 4 نفر رو استخدام بکنی توی شرکتت و دولت آلمان هم بهت وام میده اگه شما پروژه خوبی داشته باشی، تا 200,000 یورو هم وام میده. اینو میگم برای این دوستانی که نمیدونن، اگه کار سفید بکنید، نرید توالت شوری و ظرف شویی بکنید و کار سیاه نکنید، کار سفید بکنید دولت حمایتتون میکنه. من بعد زندگی در اروپا رو به اینا یاد بدم دیگه. محمد جابری تو لندنه، ببین چیکار است. بذار برم لندن. چشم. بعد یه نکته بعدی، آقای کسایی که میان میگن من سپاهی ام، من اطلاعاتی ام، اینو بگم یادم رفته. ببینید دوستان، روح‌الله زم به اینکه ارتباطات قوی در سازمان اطلاعاتی امنیتی ایران داره شکی درش نیست. من به خودشم گفتم، اون کسایی هم که هستن میدونن. مطمئن باشید اگر روح‌الله زم درصدی منابع اطلاعاتی امنیتیش تو ایران میگفتن که من ارتباط دارم با سازمان اطلاعاتی امنیتی تو ایران، یعنی برام برام کار میکنن، یک خط از من خبر نمیرفت دیگه. به قول خودت آقای فخرآور که میگی این آدم پرنفوذیه، نمیدونم روح‌الله زم اونجا نشسته بشینه مثلا خبر از من بزنه منو پروموت بکنه، اینقدر خواهشن باشه. ما فعلا آقا اومدیم روی مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی رو فعلا حالا داریم کم کم جدا میکنیم. من سایت های شرط بندی رو ببندم دیگه، میرم تو این فاز تلویزیون داری تک شوت و همین الان اگه بچه ها باشن میشه ببارش پایین. سایت نه یه دونه فایده نداره، یهو همه ما آقای رایفی پور باش میگه اسرائیل دمشق رو زد الان، نمیدونم. مطمئن باشید اگه یه برگ سند وجود داشت آمد نیوز رهن نمیکرد، میزد. من جاوا می نویسم، سویفت هم می نویسم با برنامه ایکس کد. برای دوستانی میگم که شک دارم چرا ترس، کسی که کار خبرنگاری میکنه ترسی نباید داشته باشه و ما نمیدونم. خیلی کوچوله، نه بهشون گفتم به یه بنده خدایی من زنگ زد، آدم خیلی کلفتی هم بود و پرنفوذ بود، گفتم برو اسم و فامیل منو سرچ بکن، استعلام بگیر، تا 1-2 ماه نیاز به ژیلت نداره، کلکوپرت میریزه از توی ایران یا بیرون ایران. کلود هم داشته باشه. آقای راستین سال خیلی درستی پرسیدی، کلود هم داشته باشه بهتره. میگه داداشم نوشته که همین بذار فکر کنم اطلاعاتی هستی اینجا بهتر از خودت درست اطلاعات. راست. آره راست چی بگیم. نوشته که این کانال هایی هستن که آنالیز میکنن مسابقات و مشکل دارن، ما همشون رو مشکل دار میدونیم. استخدامی فعلا نداریم ولی بفرستید ببین، ما بیشتر کار برنامه‌نویسی میکنیم. چند روز دیگه داریم، سایتاشون خیلی امنیت سایبرشون بالاست، اصلا هیچ عجیب غریبیه. 2-3 روز فقط سایتشون رو گذاشتیم رو آنالیز، ببینیم که چجوری میتونیم بریم پایین. با دستم با کی توی کاسه عزیزم؟
من نمیخوام خودم رو اثبات بکنم، من دارم به مردم اطلاعات و آگاهی میدم. برید به بقیه بدید اطلاعات. اصلا همین فردین رو کار نشته باشید، برید تحقیق بکنید. یه مقدار تحقیق کردن خودتون رو به نتیجه میرسونه. یه سایت کاری تو آلمان بگو دانشجو هم دنبال ausbildung.de. منابع مالی، من شرکت برنامه‌نویسی دارم و میدونید که یکی از شغلای پردرآمد در آلمان برنامه‌نویسیه و شما یه پروژه برنامه‌نویسی تو آلمان بگیری، یه پروژه برای اون افرادی که بی سوادن، هی میگن پول از کجا آوردی، نه اینجا توی یوتیوب بیشتر کامنت میذارن، شما یه پروژه برنامه‌نویسی در آلمان بگیری 20000 یورو میگیری. حالا فرض بکنید 4 تا 5 تا پروژه بگیری میشه 100000 یورو که من متاسفانه بیش از 45% مالیات میدم، مالیات بیمه میدم و عملا 45% از اون پول میره. حالا بماند اون حقوقایی که به افراد داده میشه و کارهایی که میکنیم، حالا شاید 20000 یورو 30000 یورو باشه این وسط، ولی خب روش وام میده دولت آلمان. من بیام بالا؟ کدوم بالا داداش؟ کدوم بالا کفتم؟ بالا ما سعی میکنیم که راه حل رو با افشاگری بکنیم. مردم اگه آگاه بشن، اینا رو بشناسن، اصلا پیجشون هم بالا باشه، مردم دیگه میشناسنشون دیگه. پویانو گفتم آره. بعد یه شخص دیگه میگفتش که بیا برو از فساد نمیدونم اینو اون. بگفتم برادر من، تو اگه فساد بلدی این کاری، برو بذار تو پیجت. میگفتن که از مجتبی خامنه ای چرا نمیگی اینم بگم. ببینید گفتم تو جوابی هم شما اگه حرف الکی بزنی، رو هوا بزنی، بدون سند بزنی، خیلی راحت میان ازش شکایت میکنن. همین آقای مجتبی خامنه ای 2 تا پرونده باز در انگلستان داره که از افراد شکایت کرده. قابل توجه اون دوستانی که میان میگن یقه جر میدن، میگن چرا از بیت و این ور اونور انتقاد نمی کنی، شما سند بذار بفرست. جالبه، من یه ویدیو هم 1 ماه پیش تو آمد نیوز منتشر کردم. جوابیه من بود که گفتم اگه کسی سند و مدرک داره ما فراخوان میدیم از بیت منتشر بکنیم. گفتن که مردم 500,000 نفر هم ویدیو منو دیدن، 1 نفر برای من سند از بیت نفرستاد. همین آدمایی میان هستن که میگن چرا از رهبری انتقاد نمی‌کنی. آقا سند بفرست، برگه بفرست، حرف باد هواست. اینکه فلانی دزده، نمیدونم مجتبی خامنه‌ای دزده، این دزده، اون دزده، نمیشه که. همین مجتبی خامنه‌ای یه شخصی ازش اومده و توی یکی از این افراد صحبت کرده. مجتبی خامنه‌ای 2 تا پرونده باز در لندن انگلستان داره، از 2 تا آدم شکایت کرده. چرا اینا نمیاد بگید به مردم که؟ بعد من فردا روز اگه اینا بیان از من شکایت بکنن، من 200,000 یورو جریمه بشم با 10 سال زندان. توی که میای میگی برو از بیت بگو، تو میای من از تو زندان در بیاری؟ نه، میری میفتی شیفت میکنی روی یکی دیگه، به اون میگه از دوباره از دزدی بگو، از دزدی بگو. سند بفرست، سندم نفرست، چیکار بکن؟ برو خبرتو بذار تو پیجت، من اسکرین شات میگیرم میگم. تو که خیلی آدمی هستی که فکر میکنی همه دزدن و فقط هم حرف میزنی، سند بیار. هر کسی که آقا ادعا میکنه من مزدورم، سند بفرسته. سند 3 کلمه است، 3 نون دال، سند بفرستید. که نمیشه که بگم فلانی دزده فلانی دزده، که فردا از من شکایت بکنم، این تویی که میای کامنت میذاری میای جواب بدی به مردم. آقا طرف تو رسانش نشسته میگه فلانی دزده، یقه جر میده. 3 حرفه. آره 3 کلمه اشتباه گفتم. رایفی پور رو بگم چی بگم؟ عذرخواهی میکنم، 3 کلمه 3 حرفه من برای درست میگم. آقا همین آدمایی که اپوزیسیونن برن اول برادر خواهر خودشون رو هدایت بکنن. مردم پیشکش. چرا برادر خودش رو نمیفرسته تو خیابون؟ چرا خواهر خودش رو نمیفرسته تو خیابون رو سرش رو برداره؟ برادر خودش رو نمیفرسته تو خیابون نمیدونم اکریل سرنجو اینا بزنه تو مسجد؟ تا حالا از خودتون این سوالو کردید؟ همین آقای فخرآور بیاد به مردم توضیح بده که چه بلایی سر پول به برادرش نداد. همین آقای فخرآور که برادرش خود دیپورتی زد، از فرانسه رفت ایران، بعد گفت اطلاعاتی‌ها منو بردن تو ایران. آقا هر کی میگه دزده، آقا منم میگم دزده، اونم میگه دزد. سند بفرستید برادر من، سند. آقا هر کی که آقا درست، آقا اصلا میگن آقا فلانی تو هر دادگاهی هم بری میگن سند بیار. حرف چیه میزنی؟ سند بردار بیار.
آقا همه دوستان، من همه سایت های شرط بندی ما کلا رد میکنیم. هوا عالی، عالی، تازه داره تاریک میشه. میگه تو چرا برادرت پدرت افشاگری نمیکنه؟ برادرم پدر من رسانه ندارن، من رسانه دارم. ولی اگه من به مردم بگم برید تو خیابون، مطمئن باشید اول به برادر خواهر خودم میگم برید تو خیابون. اینم جوابت. آموزش هم میذاریم تو کانال، سعی میکنیم کانال که کانال خبری، من آموزش برنامه‌نویسی چی بذارم توش؟ آقا یه نکته هم بگم، من خودم با گوش خودم شنیدم که آقای زن برای یه سری از مسائل داشت خبر میگرفت. من پشت تلفن بودم، داشت خبر میگرفت و دیدم واقعا منابع داره. یعنی من میگم که منابع داره. سایت شرط بندی، من اصلا کلا با شرط بندی مخالفم. آموزش هک بدیم، من هکر نیستم دوستان. یه فکر میکنن من هکرم. دوستان من رسانه دارم، یک تیم سایبری با من کار میکنه. من فقط به عنوان سخنگوی اون افرادی که دارن کار زحمت هک رو میکشن، زحمت نفوذ رو میکشن انجام میدم. من خودم کار هک انجام نمیدم، بشینم پشت سیستم کد بزنم یا نمیدونم کالی بذارم یا لینوکس بذارم میخوام هک کنم. فیلتر شکنم چشم. والا چی بگم، اسم شرکت رو بگم بیریزن نظر آفی پور من چی بگم؟ تعریف نکردیم. این سایت صیغه یابی هم دوستان یه نکته به شما بگم، اینا میان میگن که یه پولی بریز تو حساب تا بهتون دختر معرفی کنن. بعد پول رو میریزی به حساب، یه پیام بهت میگه تویی که دنبال در و دافون فلان کارایی، برو کشک تو بساز. پول رو هم میگیرن، تو هم نمیتونی بری شکایت کنی پلیس فتا، بری پلیس فتا بگی آقا من پول ریختم، یکی به من معرفی کنه باش صیغه کنم. بعدش هم میگن که صیغه عدم دخول نمیدونم جدیده، مثلا طرف با تو توی مکانی، بعد میگن مالشیه، عدم دخول نیست مثلا. و دیگه بعد از ساعت 12 تا 2 مثلا با تو، 2 تا 4 با یکی دیگه است. دیگه بچه فرض کردی مردم و کل شهری چرا سر مردم میذارید؟ جدیدن یه بونگ دوکون برای خودتون باز کردید. ببینید اصلا ریخته. خب میگه مالشیه، میاد میماله با حمام 2 بار ارضا، 2 تا اشانتیون. بعد برای جالب، برای ایام نمیدونم اعیاد، برای اعیاد چیز میذارن، تخفیف میذارن، مثلا میگه 50% تخفیف فلان داف، مثلا صیغه کنی مثلا 50,000 تومان. آره صیغه اسلام. بعد میدونی که اگه دخول انجام بشه باید تا فکر میکنم ولی یه عده میگن بعد عده داشته باشه، عده رو یه عده میگن 100 روز، یه عده میگن 45 روز. الان بین فقها الان اختلاف افتاده 45 روز یا 100 روز، من دقیقا نمیدونم کدوم سوال جواب بدم برام بد میشه. من کاری نیستم شما به کی اعتماد بکنی، شما هر کی که خودت میدونی اعتماد بکن دیگه. من میام حرفو میزنم. چشم معرفی میکنم. نظر داره رولز هم چشون خبرنگار، من نظری ندارم. ما از ایشون انتقاد کردیم، خیلی هم سنگین از رسانه آمد نیوز انتقاد کردیم. ایشون اومد در یک مصاحبه 2 ساعت و نیمه به من جواب داد، انتقادات هم جواب داد، به در و دیوار هم نزد. نه مثل آقای فخرآور بیاد بگه که این اطلاعاتیه، نه مثل اونی که بیاد به ما فوش بده، نه مثل اونی که بگه سپاهی. سوال کردیم اومد جواب داد دیگه. بیام بقیه هم جواب بدن. سوالاتمون هم ازشون پرسیدیم، همین. نه دفاعی میکنیم نه چیزی. چطوری باهاتون صحبت کنیم؟ من تو آیدی تلگرام هم هست دیگه. آره بین علمای لایو هم مشکل. چشم برنامه ایرانسل من بررسی میکنه. ما طرفدار ساشا نشدیم، خودش میدونه دشمنشم. بهشم گفتم دست از این فاضلاب بازی، ما هدف اینه طرف دست از فاضلاب بازیش در بیاره، ما رفیق همه ایم. الان جدیدن مثل اینکه من هدف این آقا، ما هدفمون نیست که آقا بزنیم طرفو نابود کنیم. آقا وقتی طرف با من صحبت میکنه میگه من معذرت خواستم، من اشتباه کردم، من دوباره بزنم بیارمش پایین؟ شما آقا قاضی باش، شما منصف باش برادر من، میگی که با فلان رفیق شدی، چطوری با اون حرف بزنید؟ تلفن، اس ام اس، چت، من آیدیم هست، تلفنم هست. همه دوستان ما تقریبا سعی میکنیم هیچ سوالی رو بی جواب نذاریم. سرور مشترک
داریم یه سری تحقیقات میکنیم. ساشا چرا لخ بود؟ از خودش بپرس. مخلصم. آموزش برنامه نویسی داری؟ بهم پیام بده من ببینم کانالتون. همه کانالا دارن شرط بندی به خدا پولی بهشون نمیدن. مثلا 500,000 تومان، 1,000,000 تومان. یکی از ادمیناشون که الان فرار کرده رفته ترکیه، دوستان عزیز 15 میلیارد تومان بهشون میگن گسترده. ببین یه سری گروه ها توی تلگرام درست میکنن، مثلا من یه کانال 200 کایی دارم، اون یکی یه کانال 500 کایی داره، اون یکی یه کانال 600 کایی داره. بعد بهشون دعوتشون میکنه، همشون میاره توی گروهی، یه گروه تلگرامی. بعد با توجه به تعداد فالوورهایی که در کانالشون دارن اسم گروهشون رو میذارن گسترده. مثلا گسترده علی، گسترده نقی، گسترده تقی. خب بعد یه دونه تبلیغ میذاره تو کانال، تو گسترده، میگه اینو فوروارد کنید تو کانالهای خودتون. همه فوروارد میکنن، تعداد ویو میخوره. بعد یکی از این گسترده ها 15 میلیارد تومان پول تبلیغات سایت شرط بندی دستشه. یعنی 15 میلیارد تومان پول بهش دادن که تبلیغ سایت شرط بندی بکنه که از این گستردا، و فرار کرده و پول بقیه ادمین ها رو نداده. الان بین ادمین ها اختلاف افتاده مثل فقها. اینا میگن، این میگه پول منو نداده، اون یکی میگه پول منو نداده، من تبلیغ سایت شرط بندی کردم پول منو نداده. اینا فقط برای پول دارن کار میکنن. برای مثلا 500,000 تومان، 400,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان. همین گشنه همین پولان. اصلا براشون مهم نیست من شما بریم بازی کنیم و نکنیم. دوستان من گوشیم داره شارژش تموم میشه. یه دقیقه تا یادم نرفته اینو بزنم شارژ وسط لایو نره ساید هوا. الان خونم کجا؟ آقا من به هر چی رو ببینم جواب میدم. هر دل و داتی را افتاده نشسته تبلیغ سایت شرط بندی میکنه 500,000 تا 1,000,000 تا. اصلا بهشون مهم نیست مردم پولشون رو ببازن یا نه. تلگرام همون تلگرام اصلی، بقیه تلگرام فیکه، اصلا نصب نکنید. صبور باشید، اسامی رو نمیتونیم الان بگیم تا به موقعش. ادمینار سایتشون که اومد پایین بعدم من تلفنم خبر میگیرم. من تلفن باز کلا همه دور هم تلفن منم شنود میکنن، دمشون گرم. دور هم چیزی نداریم بگیم که میخوام انقلاب بکنیم که من که لیدر نیستم که. من خبرنگارم، خبر تولید میکنم دیگه. میخوام ببینم لیدر یه جریانی بشم که اشک تمساح ساشا رو نه. اگه کسی درست بره تبلیغ سایت شرط بندی نکنه، از فاضلابا حمایت نکنه، ما که مشکل نداریم. آقا ما بریم دیگه کم کم دیگه. فکر کنم 1 ساعت لایو گذاشتم، مجموعاً 1 ساعت رو. لایو قبلی رو هم دوستان برام فرستادن، میذارم ببینید. 2 قسمت میکنیم لایو رو. چه کمک دوستان، اگر کمک مالی که نمیپذیریم، همین الان بگم اصلا فکر نکنید ما اصلا از کسی کمک مالی نمیگیریم، ولی کمک فکری، کمک خبری در خدمتتون هستیم. مثل این گل و گشنه ها هستن، میگن آقا پول بده 50,000. ما همین الان رسما کسی کمک مالی نمیخواد. بیزینسی داشته باشه بخواد تبلیغات بکنه بحثش جداست، که اون باز یه فراخوان دیگه داره که ما معمولا تو پشت پرده تبلیغ نمی‌کنیم از کسی. یه دم اومده بودن گفته بودیم که اگر باش بعد بررسی بکنیم. اپلیکیشن که اصلا خیلی کم تبلیغ می‌کنیم، بعد بذاریم بررسی بکنیم اگه ویروسی نباشه. برنامه ریپورت هم می‌ذاریم. چشم. آقا امیر گامر جانم. این خودش باجگیره واسه سایت ها. کدوم باج برادر من؟ چون در و دیوار میکوبی. این که میگه برای جورجندی تبلیغ زدم، سند داری برای من بفرست، من رسانه‌ای میکنم. کرمانشاه من، بله مادر من کرمانشاهی. به ایران ممنوع ورودی؟ هیچ کسی در هیچ جای دنیا به کشورش ممنوع ورود نیست.
اینو یادتون باشه. جریان ها بعد مستند سایت های شرط بندی رو ببینید متوجه میشید. آره سند بده ببینیم داستان چیه. برای شبکه چرا؟ برای شبکه ما کارمند میخوایم به شرطی که طرف در آلمان، انگلیس، سوئد، ترکیه، مالزی و جایی که ما ایران نمایندگی که ما داریم برای دفتر شبکه ما میزنیم. ایران نمیدونم چون شبکه ماهواری کلا تو ایران ممنوعه، ولی خارج از ایران چرا؟ اگه این کشور زندگی میکنید حتما میرسیم به این قضیه که بخوایم شبکه جم رفیق فابریک من نیست. شبکه مدیران شبکه جم از دوستان منن، آقای برادران کریمیان، دوستای خیلی خوب من هستن و باهاشون هم در تماسم، تلفنی صحبت میکنم. رفیق فاب ما با کسی رفاقت، حالا چون فاب رو چی در نظر نمایندگی میدیم میتونید بهت کار کنید، چرا که نه. نمایندگی دادیم دیگه رو میبندیم کارش. خب بچه من برم دیگه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. احتمالا پیج رو هم دیاکتیو بکنم. امین فردین نقطه لایو اسم پیجمه. هر موقع که بخوام لایو بذارم، برای کسی که چون ویدیو رو توی سایت های مختلف دوستان میذارم بدونن، هر موقع بخوام لایو بذارم توی کانال تلگرامی برام اینجا رسما میگم پشت پرده تیوی اسم کانال تلگرامیه. میتونید از این کانال تلگرامی من کسی که ویدیو رو میبینن دنبال بکنن. آیدی تلگرام هم امین فردین پشت سر همه، هر کسی که بخواد پیام بده هیچ واجهی نداره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. حالا ایشالله توی لایو بعدی هم با شما هستیم. مرسی.